مادرینگ یا مادری کردن برای پارتنر اصلا حس خوبی نمیده و رابطه شما رو خراب میکنه و اون جذابیت و رمانتیک بودن و یه سری تضادهایی که بین زن و مرد هست رو از بین میبره و طبیعتا حس خوبی به طرف مقابل نمیده. تو این ویدیو میخوایم توضیح بدیم که چی میشه که ما توی این تله رفتار مادری کردن میافتیم و اون رابطه عاشقانه رو از دست میدیم و اینکه میخوایم ببینیم فرق بین مادرینگ و نرچرینگ چیه و چطور میتونیم این رفتار مادری کردن رو کنار بذاریم. سلام، من نیلوفرم. منم شیوان و خیلی خوش اومدیم به ملودی مایندز. یه وقتی پیش میاد که توی رابطه ما نقش مادر رو بازی میکنیم واسه پارتنرمون و مثل بچه‌ها باش رفتار میکنیم. اولش ممکنه خیلی همه چی رمانتیک و خوب به نظر بیاد، ولی هرچی بگذره و این رفتار رو ادامه بدیم اصلا رابطه خراب میشه. مخصوصا اگر اون دو نفر با همدیگه بخوان زندگی کنن، در واقع این رفتار همه چی رو خراب میکنه، رابطه رو خراب میکنه. حالا میخوام ببینیم مثلا این مادرینگ یا مادری کردن یعنی چی. وقتی که دوست داریم همه کارهای پارتنرمون رو کنترل کنیم، بهش بگیم چی کار بکن، چی کار نکن، چه کاری رو کی انجام بده، چطور انجام بده، همه چی رو میخوایم انگار که بهش یادآوری بکنیم، همه چی رو تحت نظر خودمون داشته باشیم، دقیقا مثل یه بچه باهاش رفتار کنیم، انگار که اون هیچی نمیدونه، ما باید بهش بگیم که مثلا چطور باید رفتار بکنه. این میشه نقش مادری کردن. حالا اینطور هم نیستش که فقط ما یعنی خانوما مثلا این کارو بکنن، در واقع منظورمون نقش والده دیگه. یعنی مثلا پدری میکنه، دقیقاً جنس مخالف هم این کارو میکنه، به قول تو پدری میکنه. کلا هم به شکل‌های مختلف هست دیگه، مثال زیاد میتونیم واسش بزنیم، ولی همشون این پیامو به اون پارتنر میده که تو به اندازه کافی خوب نیستی، از پس هیچ کاری بر نمیای و توانایی انجام هیچ کاری رو نداری. انگار اعتماد به نفسش رو ازش میگیری. آره. و خب هر چقدر که این رفتار مادری کردن حالا یا پدری کردن ادامه داشته باشه، خب تو دراز مدت طبیعتا رابطه رو از بین میبره. چون یه چیزی که باعث جذابیت و حالا رمانتیک بودن یه رابطه میشه همون تضادها یا همون دو قطبی بودن انرژی مردانگی و زنانگیه که باعث میشه که این دو نفر به سمت هم کشیده بشن و جذب هم دیگه بشن، دقیقاً مثل یه آهنربا. ولی وقتی که شروع میکنیم به رفتار مادری کردن، خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی که همش میخوایم کنترل کنیم، تحلیل کنیم رفتارهای طرف مقابل و انگار که داری به سمت اون مردانگی حرکت میکنه. شاید این یه ذره براتون گیج کننده باشه که مثلا نقش مادری و انرژی مردانگی، در اصل اینطوره که هر مادری برای مادری کردنش هم انرژی مردانه داره و هم زنانه، که حالا ساید زنانگیش میشه همون ساپورتیو بودنش، مهربونیش، آره، عشق ورزیدن و نوازش کردن و این چیزا. ساید مردانگیش هم میشه همون قانونگذاری کردن و محافظت کردن و کنترل کردن و هدایت کردن یه سری مسائل. پس وقتی ما مادری میکنیم توی رابطه برای پارتنرمون، انگار که بیشتر به سمت اون انرژی مردانمون میریم و خب جذابیتمون از دست میدیم دیگه طبیعتا برای اون مرد و همین باعث میشه که خب اونم دیگه اون حس دوست داشتنی بودن و قابل احترام بودن رو به زن نده. شاید دوست داشتن ادامه پیدا بکنه، ولی چطور آدم مادرش رو دوست داره؟ یعنی اون جاذبه بین حالا اون زن و مرد از بین میره دیگه. اگر دوست داشتنی هم هست، اون حسیه که به مادرت داری. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب مثلا توی رابطه باید به همدیگه اهمیت بدیم، حس خوب به همدیگه منتقل بکنیم، پس اون چی میشه؟ خب اون یه اصطلاح دیگه هست توی رابطه به کار میبرن که نرچرینگه، که با مادرینگ یا همون رفتار مادرانه خیلی تفاوت داره. اگه بخوایم مثلا تفاوتش رو بگیم، اولا اینکه نرچرینگ از منشأش همون عشق دادن و حامی بودن و مشوق بودن و اینکه به طرف میخوای همش اعتماد به نفس بدی که تو میتونی این کار رو انجام بدی و آره دقیقاً منشأش اینه. ولی مادرینگ بیشتر از این حس میاد، از حس اضطراب میاد، از حس ناامنی میاد. میخوایم کنترل بکنیم پارتنرمون رو، بنابراین یه حس اضطراب و ناامنی ممکنه توی وجود خودمون باشه که این کارو میکنیم. و اون مادری کردن یه جوری آزاردهنده است دیگه، انگار که همش میخواد ایراد بگیره و هی مطلب خشخاش بذاری، این رفتار رو داشته باش، این کارو اینطوری انجام بده. ولی خب تو نرچرینگ همچین چیزی نیست. تو نرچرینگ یه سری چیزا رو تو به طرف مقابلت میدی، ولی در کنارش اون آرامش و سلامتی خودت هم تو اولویت هست. یعنی مثل یه مادر نمیری خودتو وقف اون طرف مقابلت کنی. یکی دیگه از تفاوتش هم اینه که توی نرچرینگ ما این درکو داریم که شخص مقابلمون، پارتنرمون، زندگی خودشو داره، تفکر خودشو داره، اعتقادات خودشو داره، یا اینکه مثلا کارا رو انجام میده به روش خودش انجام میده، قرار نیست به روش ما انجام بده. اما توی مثلا مادری کردن یا همون مادرینگ
این نیست دیگه. همش فکر میکنیم که ما بیشتر از اون انگار بلدیم. دقیقا همون حسی که به بچه داریم، میخوایم بهش یاد بدیم که چه کاری و چطور انجام بده. خب اگه بخوای با پارتنرت این رفتار رو داشته باشی، طبیعتا یه رابطه سالم رو نداری. حالا مثلا قبل از اینکه بگیم که چجوری این رفتار رو بذاریم کنار، خوبه بگیم چی میشه که ما تو این رفتار مادری کردن میافتیم و هی دوست داریم ادامهش بدیم. علتش چیه؟ چون آدم وقتی بدون علت یه مشکل، حالا یه رفتار نادرستی که داره چیه، راحت‌تر میتونه اونو بذاره کنار یا واسهش راه حل پیدا کنه. دلایل مختلفی هم داره. بعضیا میگن شاید اون پارتنر داره مثل یه بچه رفتار میکنه، پدر مادرش اصلا از اول بهش هیچ مسئولیتی ندادن و به قول معروف رو پای خودش نبوده و از این طرف هم ما میریم ناخودآگاه تو نقش مادری واسش. در صورتی که اصلا حتی اگر اون شخص هم مثل بچه رفتار بکنه، وظیفه ما نیست که ما میخوایم مثل مادر توی رابطه مثلا رفتار آره بکنه. حتی اگه علتش این باشه نباید تو این دام بیافتیم. چی میگن، دنبال حل مشکل باشیم دیگه، نه اینکه تو اون تله بیافتیم. حالا یکی دیگه از دلیلاش میتونه شخصیت خود اون کسی باشه که داره مادری میکنه. یعنی شخصیت کنترلگری داره، دوست داره همه چی رو کنترل بکنه، مدیریت بکنه. توی ارتباط با هر کسی این مدلی رفتار میکنه، حالا توی خانواده، توی جمع دوستان، اصلا میخواد که همه چی تحت نظر خودش انجام بشه. وقتی هم که وارد رابطه میشه، این خصوصیت شخصیتی رو توی رابطه میبره و میخواد پارتنرش رو مثلا کنترل بکنه. یه چیز دیگه هم که هست اینه که مثلا یه وقتایی انقدر پارتنرش اون طرف دوست داره و دوست داره که خب طبیعتا بهترین چیزا رو واسش میخواد، میدونه که اون یه سری پتانسیلا داره که میتونه ازش استفاده کنه و وقتی میبینه که اون طرف مقابل از نهایت پتانسیلش استفاده نمیکنه، انگار که خودش دست به کار میشه و خودش مثلا میخواد کنترل همه چیزو تو دست خودش بگیره. حالا اینم میگن که اون شخصی که داره مادری میکنه بعضی موقع دلیل رفتارش اینه که میخواد خودش رو خیلی کامل نشون بده. یعنی همه کارا رو میخواد خودش انجام بده که به اون شخص مقابل یا پارتنرش نشون بده که آدم کاملیه. در واقع اینم از اون حس ناامنیه میاد که میخواد واسه پارتنرش کامل باشه که اون آدم هیچ جایگزینی واسش پیدا نکنه. در واقع توی ناخودآگاه اون آدم همچین چیزی داره میگذره، ولی ممکن اصلا به هدفش نرسه دیگه. اصلا این ریسکه به نظر من، چون آدم وقتی وارد یه رابطه میشه، خب معلوم نیست، ممکنه یه روزی اون رابطه تموم شه و حالا جدا شن از هم. طبیعتا هیچ کس دوست نداره این اتفاق بیفته و این خیلی مسخره است که تو بیا این سری کارا رو انجام بدی برای اینکه طرف مقابل ترکت نکنه. مثلا ممکنه با این کارا طرف بیشتر ازتون دور بشه. ممکنه که حتما اصلا تو دراز مدت این اتفاق میفته. بی خودی زحمت نکنید. خودتون خسته نکنید. یه دلیل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که وقتی که آدم به هیچ کس اعتماد نداشته باشه، ناخودآگاه دیگه به پارتنرت هم نمیتونی اعتماد کنی. احساس میکنی خب نمیتونه کارا رو انجام بده. اینو میاری تو رابطه‌ات که باز برمیگرده به همون احساس کنترلگریه که دوست داری همه چیزا رو خودت کنترل کنی، خودت انجام بدی. بیشتر برمیگرده به اون ضعف خود اون آدمی که داره مادری میکنه. یعنی الان بخوایم الان چند تاشو که گفتیم بیشتر واسه اون بود دیگه. ضعف داره اون شخصیت، اون کسی که داره مادری میکنه باید دنبال مشکل درون خودش باشه. دقیقاً. بعد ببینیم از کجا داره آب میخوره این. یعنی توجیه خوبی نیستش که بگیم همون اولش گفتم که بعضیا میگن که خب پارتنر ما پدر مادرش هیچ وقت بهش مسئولیت ندادن، اینطوری بزرگ شده. آره شاید اون باشه، ولی اصلا توجیه خوبی نیست که شما بخوای رفتار مادری کردن رو براش داشته باشید. آره دیگه، اصلا حتی شده از اون رابطه مثلا بیای بیرون بهتره تا اینکه بخوای مادری کنی واسه. آره. یا اینکه کسایی که توی بچگی مسئولیت همه چی رو به عهده داشتن، یعنی مثلا پدر مادرشون مسئولیت مثلا خواهر برادرها رو دادن به اون شخص، عادت کرده که مثلا خواهر برادرش رو همیشه کنترل کنه، حواسش باشه که مثلا کاراشون رو درست انجام بدن، واسهشون مادری کرده. حالا حتی کسایی که واسه پدر مادرشون هم دارن مادری میکنن، مثلا ممکنه اون پدر مادر یه سری ضعفا داشته باشن، یه سری کارا رو نتونن خوب انجام بدن، یا سنشون خیلی بالا باشه، باعث بشه که اون بچه طوری بزرگ بشه که مسئولیت همه کارا رو به عهده بگیره، به خصوص اگه اون ویژگی شخصیتی هم داشته باشه و این تشدیدش میکنه دیگه. آره، بعد همین باعث میشه که وقتی هم که ازدواج میکنه یا حالا با کسی دوست میشه، وارد رابطه که میشه،
عادت کرده اصلا اون شکلی رفتار بکنه. حالا میاد همه مسئولیتایی که مثلا یه پارتنر باید انجام بده رو اونم باز خودش به عهده میگیره و میخواد همه چی رو کنترل بکنه. فکر میکنه اصلا درستش اینه، باید اینطوری باشه. و این مادری کردن و نرچرینگ خیلی یه جایی خیلی نزدیک به همن. به خصوص اگه گفتیم اگه یه نفر خودشون ویژگی شخصیتی رو داشته باشه باید خیلی مراقب باشه که وارد اون فاز مادری کردن نشه، چون واقعا یه جایی مرزشون خیلی باریکه. آره ببین کلا بیشتر حالا دخترها زنها رو در نظر بگیری این مهربونیه مثلا تو بیشترشون اکثرشون انقدر زیاده که دوست دارن همش حمایت کنن حالا پارتنرشونو و هی تایید میشن. مثلا دیدی یه نفر که خیلی حواسش حالا همون به خواهر برادراشه یا مثلا هی مشکلات دیگران رو حل میکنه، هی انگار که میخواد اون تاییده رو بگیره و ناخودآگاه هی تقویت میشه این رفتار توش. و وقتی هم که ما شروع میکنیم به مادری کردن اون پارتنر هم خب عادت میکنه دیگه که مثل یه بچه رفتار کنه و همین باعث میشه شما دوباره مادری کنی واسش و این چرخه همینطور ادامه داره. واقعا بعضی مردایی که بالغن انگار که یه بچه‌ن تو بدن بزرگسال. واقعا مهم نیست که حالا اون اینجوری باشه، لازم نیست که بمونید و بخواید اونو اصلاح کنید. تو اینجور مواقع شاید حتی لازم بشه حالا به قولتون رابطه رو ترک کرد و رفت. حالا میخوایم ببینیم که چطور از این رفتار در واقع دوری کنیم، بذاریمش کنار، چون به هر حال رابطه رو خراب میکنه و باید بدونیم که اگر همچین رفتاری داریم تشخیصش بدیم و کنارش بذاریم.